آموزش دستگاه NCR، این کیس دستگاه، اپراتور پنل دستگاه، پول شمار، قسمت فیزیکی پول شمار با این ضامن سبز رنگ میاد بیرون. به این میگن کاست ریجکت، کاست پولای برگشتی، کاست اول، کاست 50,000 تومانی، 10,000 تومانی، 5,000 تومانی و 2,000 تومانی که قابل تغییرن. حالا یک بخواید 100,000 تومانی بذارید، 5,000 تومانی بذارید، 10,000 تومانی جدید. فعلا ما کاری نداریم. دستگاه الان تو حالت این سرویسه، میخوام بیارمش رو حالت سوپروایزر. کلید رو میذارم به سمت پایین، کلید مشی بالا نوشته نورمال، پایین سوپروایزر. میذارمش رو سوپروایزر، یه منو 9 تایی میاد. واسه کاغذ گذاری یه ضامن سبز رنگ اینجا داره. این کل ریل اینجوری میاد بیرون، کارت های ضبط شده میفته داخل این ریل رو میارید بیرون برای کاغذ گذاری. این قسمت رو بهش میگم پرینتر. این دوتا گیره سبز رنگ اینجا داره، هرچی سبز است. حالا من دستم خورد این دکمه سبز کاغذ، این چاپ لب. اینا رو که فشار برید ضامنه رو، این کاغذ رو میتونید در بیارید. اگه این چیزی هم باشه میتونید در بیارید. دوباره میبندیمش. رول کاغذ داخل این میفته اینجا به این صورت. کاغذ رو اینجا یه شیاری داره، این قسمت پشت مشکی. کاغذ اینجا قرار میدید، فشارش میدید پایین. این دکمه سبز رو که بزنید کاغذ خودش میگیره. کاغذ که گرفت، این چاپ لبخند رو میزنه، یعنی کاغذ اوکی. جا میزنید، این قسمت کاغذ گذاری. این قسمت هم که شد کیس. این قطعه به نام روتر که آی پی روش نوشته شده الان واسه مشتری عزیزمون با بانک سینا. این کد ترمیناله، اینا هم که آی پی هاشه که ست شده. اینترنت از مودم میاد تو پورت شماره 1 که بالاش نوشته اینترنت، این اولیه میخوره. خروجیش از پورت شماره 3 میخوره به کیس دستگاه که این قسمت میشه که باید چراغاش روشن بشه. شماره 1 و 3 هم چراغاش روشن شده. میاد رو حالت اپراتور. یه منو 9 تایی داریم. گزینه 9 برای پول گذاری. میخوایم الان فیزیکی پول گذاری کنیم. کاستو با این ضامن سبز رنگ میان بیرون، فشار میدید، کاستو میکشید. این ضامن سبز بکشیدش بالا، این به این صورت میاد، صورت فنری. پولا رو میذارید، دوباره خودش پولا رو میبره جلو، جمع میکنه براش. جا میزنید. این کاسته واسهش تعریف شده، این برچسبایی که خورده نمیتونید شما یه پول دیگه تو این کاست بذارید. طبقه براش مهم نیست. کاسته که جا زدی، مثلا کاست 10 تومانی 5 تومانی، اینا رو هم جا زدی. یه تنظیمات داره که من انجام بدم. ارزش گذاری کاست. برای پول گذاری فیزیکی که پول گذاری کردید داخل کاستا، منوی 9 تایی، گزینه 3 رمز 1 اینتر، 3 ساپلایز، 1 کشیبلشین اینتر. گزینه اول 50,000 تومانی، هر کاستی که داخل باشه میاره. اول 50,000 تومانی میاد، مثلا میزنیم 50 تا. کارنت از قبل یعنی 0 اینتر. 10,000 تومانی میاد، اصلا از قبل ما زدیم 108 تا، مثلا اینم میزنیم 20 تا. هر تعداد پولی که داخل کاستا گذاشتید اینجا هم باید وارد کنید، اینتر. گزینه 3 میاد، مثلا 0 5000 تومانی نوشته شده، 50,000 ریال.
مثلا میزنیم 30 تا اینتر. 2000 تومانی میاد، مثلا میزنیم 10 اینتر. کارنت آخری توتال 0 اینتر. هیچی وارد نمی کنید با آخری. صبر میکنید پلیز ویت تموم بشه. این پول گذاری بود. تو همینجا گزینه 2 کلیرینگ واسه ریجکت کلیرینگه که میتونید حافظه‌شو پاک کنید. یکو بزنید اینتر باید باشه اوکی. همیشه کارت کلیرینگ مال حافظه ضبط کارته. دو رو میزنید اینتر، کنسل. میخوایم الان این گزینه خارج بشیم، پول گذاری انجام دادیم، کنسل. یک اگزیت رو میزنیم، میریم رو منوی 9 تایی. گزینه 9 رو که بزنید وندور اپلیکیشن واسه خطاگیریه. 9 رو که بزنید میره واسه گزینه خطاگیری. الان مثلا من کاست تراولم پول دارم، بقیه کاستا رو در میارم، میخوام خطاگیری بکنم. بقیه کاستا بیرون. 9 رو که زدید این صفحه اومد کنسل. 5 اینجا نوشته کلیر آل. این دکمه رو که بزنید پول شمار شروع میکنه به چرخیدن. هر خطایی که داشته باشه پاک میشه. پول شمار، پرینتر، کارت خوان، همه رو خودش یه بار خطاگیری میکنه. اگر خطا داشته پول شمار رو 3 بار تست میکنه، بار سوم از هر کاسه یه بار پول میکشه. به میگن خطاگیری. ما هنوز لرن نکردیم به خاطر این سایز پول نداره که خطاگیری کنه. الان سایز بهش میدیم. خب الان می‌بینید فایل یعنی چی؟ یعنی 9 که بزنید این صفحه عوض میشه، میتونید خطاهاشو بکنید. کاسه 3 ریموو، کاسه 4 3 دوباره ریموو لاو. تو این گزینه کلیر آل که بزنید یه بار خطاگیری میکنه، 3 بار میشماره پول شمار، بار سوم از هر کاسه یه بار پول میکشه. ماشینه. یه بار الان مثلا تراول داخل کاسه تراول ازش یه بار پول میکشه، اون دریچه جلو باز و بست میشه، مینویسه پست کشنده، یعنی پول شما رو داره تست کرد، هیچ مشکلی هم نداره. بقیه قطعات هم اگه مشکل داشت یه بار تست میزنه. این کد خطاگیری. کنسل میزنیم، کنسل این گزینه خارج میشیم. برمیگرد رو منوی 9 تایی، کلیدا میزنیم رو نرمال. یک این سرویس مودو که بزنیم پول شمار یه بار میچرخه، دستگاه فعال میشه. اینجا می‌نویسه کارنت استاتوس این سرویس. این چراغ این سرویس روشن میشه، کارتخوان جلو هم چشمک میزنه و فعال میشه. این الان چراغ روشن، دستگاه هم به حالت این سرویس، یعنی الان میشه کار زد داخلش. الان دستگاه فعال. این همه آموزشش.